بازی در حالی که یکی تراکتور پیش هست. باکیچ حرکت میکنه، ضربه‌شو میزنه، خطرناک، چه گلی زد باکیچ. دروازه تراکتور رو باز میکنه مارکو باکیچ و حساب کار 1-1 مساوی میشه. خیلی جای خوبی بود این ضربه کاشته و ازش استفاده کرد مارکو باکیچ و کار به تساوی میکشه. بهترین شکل ممکن ضربه‌شو زد. عرض کردم نباید 10 نفره بودن پرسپولیس باعث بشه تراکتور به راحتی بازی رو از دست بده. ضربه‌ای که زده شد هر چقدر به بدنش کش آورد بیرانوند موفق نبود. یک مساوی میشه بازی. هر چقدر